300 جملات کاربردی و آموزنده در زبان انگلیسی. بخش اول. Keep quiet. ساکت باش. Keep quiet. ساکت باش. Don't move. حرکت نکن. Don't move. حرکت نکن. Sit down. بنشین. Sit down. بنشین. Stand up. ایستاد شو. Stand up. ایستاد شو. Wait for me. منتظرم بمان. Wait for me. منتظرم بمان. Hurry up. زود باش. Hurry up. زود باش. Don't worry. تشویش نکن. Don't worry. تشویش نکن. Trust me. به من اعتماد کن. Trust me. به من اعتماد کن. Forgive me. مرا ببخش. Forgive me. مرا ببخش. Listen to me. به من گوش بده. Listen to me. به من گوش بده. Call me later. بعداً زنگ بزن. Call me later. بعداً زنگ بزن. Come here. اینجا بیا. Come here. اینجا بیا. شاگرد آموزان عزیز، اگر شما درس‌های ما را خوش کردید، پس اینها را تکرار کنید و لازم پیش خود بنویسید برای تمرین بیشتر و لطف نموده برای حمایت کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان صفحه فیسبوک ما را لازم دنبال کنید. تا درس‌های بعدی ما، الله نگهدار شما.